سلام. میگم رفقا بین خودمون باشه، ولی درست ما هی میگیم علی گدا زهر خورد، اما بالاخره از این زهرخوریا یه چیزایی هم آیده شد دیگه، مگه نشد؟ بالاخره یه جوشکاریایی این وسط صورت گرفته دیگه. یعنی منظورم اینه که بالاخره یه گشایش این وسط هست دیگه. مثلا تو منطقه بالاخره یه دستی به سر و ریش آخوندا میکشن دیگه، مگه نه؟ وزرای امور خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه پایانی 136مین نشست این شورا مخالفت قاطع خود را با تلاش‌های رژیم ایران از راه ایجاد تفرقه و فتنه مذهبی میان شهروندان کشورهای شورا و آسیب رسانی به امنیت، ثبات و منافع این شهروندان اعلام کردند. این شورا همچنین مخالفت خود با سخنان برخی از مسئولان ایرانی علیه کشورهای عضو شورا و دخالت در امور داخلی آنها را محکوم کرده است. زکی خیلی ضایع شد که این همه ظریف قپی اومد که تنش زدایی میکنیم آخرش تو زرد از آب در اومد که وقتی وزرای خارجه کشورهای عربی اینجوری میکنن تو امامه شیخ فری و علی گدا، دیگه تکلیف بقیه روشنه دیگه. بذارید ببینیم نظر افخم الملوک چیه. مرضیه افخم گفت این موضع گیری نتیجه عصبانیت برخی از همسایگان جنوبی ایران از پایان مثبت مذاکرات هسته‌ای است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران و اعضای شورای همکاری خلیج فارس توصیه کرد به جای اصرار بر سیاست‌های تخریبی و تلاش برای افزایش تنش منطقه‌ای به رویکرد ایران برای حل و فصل اختلافات از طریق گفتگو و همکاری مسئولانه پاسخ دهند. کشورهای حوزه خلیج فارس با بیانیه‌شون فک و فوک نظام رو پیاده کردن، بعد این دوباره میگه بیایید گفتگو کنیم. تو سری از این بیشتر؟ باشه آقا جون، اصلا میگیم منطقه وضعیتش فرق میکنه، اصلا منطقه رو ول کنیم بریم سراغ خود آمریکا. بالاخره آمریکا با آخوندان مذاکره کرد، خب این خودش یعنی تنش زدایی دیگه، مگه نه؟ هیلاری کلینتون وزیر خارجه سابق آمریکا در سخنانی در مؤسسه بروکینگز در توهینی آشکار به نظام جمهوری اسلامی ایران گفت رژیم ایران رژیم بیرحم و ظالم بوده که دستش به خون بسیاری از آمریکایی‌ها و مردمان دیگر از جمله خود مردم ایران آغشته است و سران رژیم ایران به تروریسم دامن میزنند. اینا هم که دوباره دارن میکوبن که باشه آقا جون، درسته این خانم کلینتون دموکراته، اما به هر حال وزیر خارجه سابقه. اصل قضیه اینه که به هر حال اوباما خودش تو کار گفتگو و تکزنگ و این حرفاست. طرفین بر ضرورت ادامه تلاش‌ها برای حفظ امنیت، شکوفایی و ثبات در منطقه خلیج فارس و به طور مشخص در مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات کننده رژیم ایران تأکید کردند. چی شد پس؟ گشایش چی شد؟ اینا هم که واسه ماسمالی همون مذاکرات و پشت میز نشستن با آخوندا مدام در حال سیخ و سنبه زدن به علی گدا و ازنا بشن. اروپایی هم که به اسم تجارت میان هوای عظما رو جر میدن و میرن. اینجاست که باید گفت شیخ پری میخواست با زهر ابروی دیپلماسی نظامو درست کنه. به نظر میرسه زده چشمشم کور کرده.